جلسه قبلی، جلسه اول بخش خط فرمانی ویندوز های هم بشنویسی شما آموزش دادیم که چطور میتونید یک فایل کپی پیست و همچنان انتقال بدهین و یک فایل جور کنین، فرمتاش تغییر بدین، حرکت داخل درایف ها، تغییر نام، ساخت فولدر ها، تغییر رنگ و پس زمینه و غیره اینا رو برایتان آموزش دادم. در این جلسه میپردازیم در بعضی کارهای دیگه. خب در این جلسه به شما آموزش میدهم که چطور یک لیست دایرکتوری یا فولدر ها رو ذخیره کرد، ساخت یک فایل ها با حجم های بالا و همچنان با حجم های دل هایتون، همچنان بعض کد های مخرب و همچنان بعض دستورات دیگه. خب در ادامه جلسه قبل فقط چند فایل مانده بود که من برایتان آموزش گرچند آموزش دادم، فقط یادم ماند که کاربردش بگم. کاربرد کال که بسیار مهم است. خب در قسمت اول ما میریم درایف سی. خب تقریبا درایف سی هم هستیم. خب از این قسمت هم سی دی گفتیم برای حرکت داخل یک پوشه یا داخل یک فایل یا یک مسیر از سی دی استفاده میکنیم. سی دی دسکتاپ هم دی آی آر برای معلوم کردن فایل های داخل همون قسمت. مثلا ما میخوام نشان ده برای ما که داخل درایف دسکتاپ خود، داخل صفحه دسکتاپ خود من چی دارم، دی آر آر بزن ببینیم بعضی چیزها رو مثل فور کورنر و همچنان دو تای دیگه فارسی داریم. خب فرض مثال از کال، دستور کال یک بخش ویژگی بسیار مهم داره. مثلا ما میخوایم داخل از پوشه جدید اینجا که هست داخل ازی بروم، احتمال زیاد این است چون به فارسی اینجوری نشون میده، داخل سندی نوشته میکنم مثلا سی دی، به خاطری که نامش بلد نیم از تب استفاده میکنم، اینی که انتر، بعد دی آی آر. ببینیم داخل از فایل های مختلف هست، بریم ببینیم چه هست. کلا MP3 هست، ولی ببینیم که آهنگ هست. من میخوام حالا یک از اینا رو پخش کنم. برای کال نوشته میده کال یک شه پخش کنم. تو که ناجوری ببینید به همین سادگی پخش کردیم. فقط تنها برای فایل ها هست، پوشه نیست. فایل ها رو میتونید تنها برای فایل تکست نیست، بلکه باید میتونید هر چیز رو شما باز کنید. خب میریم سراغ آموزش امروزمان. داخل درایف ای خود بریم، اینجا کنار بذارم که به شما هم مشخص بشه. CLS همه چیزا رو پاک میکنم، CD همچنان CLS. خب این پوش ها رو هم پاک میکنم از اینجا، پوش ها اضافی است. اولین دستوری که میخوام برایتون آموزش بدم دی آی آر هم دایرکشن است. دایرکتوری تمام فایل های داخل همون درایف را با ما نشان میدهد. من اینجا فقط یک نیو فولدر دارم در دسکی خود. خب دومین گزینه که باید شما یاد بگیرین دایرکشن لیست. مثلا من میخوام برم داخل درایف سی، داخل درایف سی ویندوز، داخل درایف ویندوز میخوام، درایف پوشه ویندوز میخوام برم، درایف سی داخل پوشه ویندوز. یا من چند فایل میخوام اینا رو از اینا یک لیست تهیه کنیم. در گزینه دی آی آر ببینید تمام فایل هایی که اینجا است اینجا موجود است نشان میده به ما. نشون میده دی آی آر فاصله، از این علامت استفاده میکنیم، بعد نوشته میکنیم list.txt، مثلا list یا هر اسم خودتون دوست داشتین. من اینجا list نشم list.txt. اکسس کنید. خب میگه شما در این پوشه دسترسی ندارین، دیسک ویندوز است. خوشت من میرم در دیسکی
ای دسک ای میرم. خب سی دی داخل نیو فولدر دو، سی دی داخل نیو فولدر. چقدر فایل زیاد است اینجا. CLS پاک میکنم، سی دی دو نقطه میزنم، یک برگشت من سی دی داخل نیو فولدر دو، نیو فولدر دو دیارکشن تا فایلش نشان میده. بعد میگم dir فاصله list.txt جا الان باید یک لیست جور کنه. خب باش تو ببینم مسیرش انتخاب نکردم. میرم درایو اینجا مسیرش انتخاب میکنم. مثلا میگم dir میگم dir list.txt میگم از این فایل های من یک لیست جور کو در پوشه دی. پوشه دی ندارم. dir list.txt در پوشه ای در دیسک ای. باش ببینم که چی مشکل داره. خب دوستا اینجا لیست در این قسمت با ما چی کرده؟ مثلا dir list یک .txt درایو نیاز نیست مسیرش انتخاب کنیم، فقط روی انتر میزنیم. ببینیم لیستی اولم لیستی دیگه هم اینجا اضافه شد که همین امیزون سافت‌ور لیست یک، لیست دو، نیو فولدر، اسنپی همه در قسمت موجود است. خب اینا رو شما میتونید بر اساس حروف الفبا هم لیست کنین اگر لیست هاشون زیاد باشه. مثلا میتونیم dir بگیم dir دایرکشن بارو به حروف مثلا حروف چی، مثلا حروف او ترتیب کنو، حروف او ترتیب کنو. وقتی حروف آ رو میزنیم بعد در ادامه list.txt list سه میزنم list3.txt اینتر رو میزنم. لیست سه ما اینجا شد. من به حروف این یک کم با تکست دیگه ما کم تفاوت داشت. همینه از این سطور اسنپی بعد list.txt اینجا میدونه list.txt اکسپورت. خب اینا رو میتونید شما از پارامترهای مختلف داره شما میتونید استفاده کنید از اون پارامترها. با زدن dir سوالی میتونید از این پارامترها استفاده کنید. خیلی زیاد هست، شما میتونید خودتون تمرین کنید. خب میریم سراغ دستور بعدی. دستور بعدی ما که هست cd میریم مشغل. دستور بعدی ما ایجاد پوشه ها با حجم بالا هست. فرض مثال من اینجا یک فایل میسازم با حجم بسیار بالا fs فسیوتیل اگر اشتباه نکنم فسیوتیل فایل create new name مثلا نام از فایل انتخاب میکنیم. نام فایلش ما مثلا میزنم list.txt حجم بر اساس بایت هست، بخاطر از او من میذارم مثلا 50,000 بایت. انتر رو میزنم. خب الان میبینیم که حجم از چقدر هست. قسمت پروپرتیز 476 می برای یک فایل ساده. خب من میرم همین گزینه رو باز دوباره
اضافه میکنم، فرضاً چند صفر اضافه تر و انتر. خب میگه فایل از ایرور به خاطر که جای نداره دیسک ما. خب میرم یه صفر شقر میکنم و انتر. باز هم یک صفر دیگه شم کم کنم. دی فایل باشته که من این وقت جای ندارم داخل دیسکی سی خود من 73 جیبی خالی دارم. خب اینجا می نشته میکنم نوشته کرده است، فقط حجم میدم تغییر میدم به ورژن سال 74 مثلا 70 در. خب این حجمش کمتر کنم و نظرم قبول نمیکنه به دلیل یک حجم زی جایی ندارم. بچن نگفتم چرا قبول نمیکنه، چون از یک لیست وجود داره، فقط میم لیستی یک میزنیم، لیستی یک. لیستی یک اینجا میزنیم، انتر میزنیم. انتر. There is no enough space. خوی قدم جای نداری. خب من ایره میرم یک شفاف میکنم و انتر میزنم، بازم میگه جا نداری، دو تا صفر شفاف میکنم. حالا لیستی یک میبینیم چقدر حجمش شده، 6 جیبی، خیلی زیاده خدایی. خب میرم باش تو من اینجا برم بزنم، بعد یه صفر اضافه بزنم، بعد بزنم دیفال. خب ایرور داد، بخاطر چی؟ بخاطر که اینجا من یک لیست دارم. خب این لیست من دیلیت میکنم، دیلیت شد. خب حالا میبینیم یه لیست ما تشکیل شده با حجم 65 جیبی. حالا من درایو میبینم و یک جای گرفته نگرفته، میبینید درایو ما رو پر کرده. خوبی بود از ساخته فایل بر حجم دلخواهتان. میتونین با هر چقدر فایلی که بخواین میتونین اون رو بسازین. خب دستور بعدی دیگه که میخوام به شما بگویم، خب پس یو info هست، info drives که لیست درایف ها رو به ما نشان میداد. fs til info drives. ببینیم من 4 تا دست دارم C E F G. خب دستور بعدی که میخوام برایتون آموزش بدم ساخت یک فایل هست. داشته که خب من اینجا ویدیو رو نگه داشتم تا چند تا اسم برایتان اینجا بنویسم، به خاطر که ویدیو نگه داشتم که منظور است که اینجاست که حجم ویدیو طولانی نشه، به خاطر آپلودش در تلگرام کمی مشکل است برای ما، به خاطر اینترنت میخواد. خب این دایرکت هایی هست با اسامی های غیر مجاز هست، یعنی شما نمیتونید از این نام ها یک پوشه انتخاب، مثلا یک پوشه بسازید. فرض مثلا من اینجا یک پوشه در نام کام میسازم، کام چی کام یک. ببینیم که
که پوشه ساخته نمیشه. فرض مثال ما این پوشه را در نام اینجا نال داریم، نال میخوایم ببینیم ساخته نمیشه. یا مثلا به نام پیارن ببینیم ساخته نمیشه. یا مثلا LPT اگر بخشین اشتباه شد اینجا LPT یک خود کم نه LPT یک یا هم همون کم یک. خب من اینجا میزنم LPT یک ببینیم ساخته نمیشه. هر کار بکنیم باز هم ساخته نمیشه. خب برای ساخت از اینا باید چیکار کرد؟ برای ساخت از اینا میایم از دستوری چی ساخته استفاده میکنیم. از دستوری MD استفاده میکنیم. MD خب MD میگم MD برای ساخت پوشه ها از MD استفاده میکردیم که اینجا برای ساخت پوشه ها از MD استفاده میکنیم. اما تنها فرقش اینه که با این علامت شروع میشه و همچون بعد از این مسیر انتخاب میکنیم. مثلا دیسک ای بعد از اینکه مسیر انتخاب کردیم دیسک ای نام همون پوشه را انتخاب میکنیم. فرض مثال من اینجا انتخاب میکنم مثلا کامی یک یا حروف کلان بزنم کامی یک. خب ببینیم که چی گفته ای دیسک ای شده کامی یک. باش ببینم که باز هم چی مشکل هست اینجا. چرا قبول نمیکنه؟ اینجا چی گفته؟ دارید میدونم رالی انسانی سین کورکت. خوب میگه اشتباه هست. اشتباه فاصله از اینجا ساخته. حالا میتونم قشنگ حالا میخوام دیلیتش کنم. دیلیت ببینیم دیلیت نمیشه. اصلا هر کاری کنی نمیتونی این را دیلیت کنی. خب برای ساخت یک پوشه دایرکت های غیر مجاز مثل کلاک ایوکس کام شما میتونید هر مثلا فایل تکست خود میخوام داخل زی بذارم داخل کام یک. حالا داخل کام یک هست ببینید باز نمیکنه. خب من میخوام میرم مثلا دیلیت کنم. دیلیت هم نمیشه. یعنی هر کاری بکنی باز هم نمیشه. فقط میتونی فایل از داخلش بیرون کنی که هم ببینیم که ولی امکان داره بخاطر که فایل. خب برای که مثلا من این فایل داخل پوشه کام بندازم بعد از اینجا میخوام ایره تا این پوشه کام تا نول اینجا من دایرکتوری غیر مجاز نول هم داریم تبدیل کنیم که فایل داخلش هم نتوانیم باز کنیم. برای از کار میگیم نول میگیم رینیم فرض مثال رینیم کنم آرین با گفتیم در جلسه قبل شما گفتیم که برای تغییر نام از رینیم استفاده میکنیم از آرین استفاده میکنیم برای که بخوایم فایل را بسازیم. خب فایل داخلی ازی است میخوایم میره قلف کنیم که کسی نتونه حتی حذف کنه حتی نتونه باز کنه بخاطر از آرین. خب بعد این کارین نزدیم میریم اینجا. خب پوشه ای میگم
مثال میگم رینیم کنم، مثلا در پوشه ای مسیرش انتخاب میکنیم، اینجا پوشه ای مسیرش انتخاب میکنیم، میگیم پوشه کامرا تو نول، یک ریفرش بزنیم ببینید تو نول ده. حالا نمیتونیم فایل باز کنیم، وقتی نتونیم فایل باز کنیم نمیتونیم فایل داخلی از را بخونیم، بخاطر از اینجا کار ما راحت است، نمیتونیم دیلیتش کنیم، میتونیم هر فایلی که دیلیتش داخل ازی بذارین، بازم هر کاری کنیم دیلیت نمیشه، هر فایل داشت میتونین داخل ازی بذارین، قلف کنین و کسی نمیتونه حتی حذف کنه و کسی هم نمیتونه زود دسترسی پیدا کنه. خب اگر بخوایم پس دوباره اینا رو به حالت اول میخوایم فایل داخلش رو ببینیم، به حالت اول برگردانم، بازم از دستوری چی بود، از دستوری رینیم استفاده میکنم، مثلا RN میگم مثلا من رینیم کنم نولا تو نیو فولدر میبینید تو نیو، حالا میتونم داخل از این فایل هم ببینم به همین سادگی. خب این کامم دیلیت نمیشد، کام یک خوب دورم بیایم رینیم کنیم، کام یک میریم پنجره CMD میگیم کام یک بگیر، کام یک هم بگیر، کام یک هم بگیر، رینیم کنه تو نیو. حالا میخوام دیلیتش کنم، ببینید به همین سادگی دیلیت شد، اینم میخوام دیلیتش کنم، همین سادگی دیلیت شد. اینم فایل های هستش، میتونید پوشا رو از روی همینجا کپی بگیرین، این دوست دلپیتی تنان است، میتونید برای قلف کردن و رمز دادن گوشت فایل های بسیار مهم تونید از نوع استفاده و حتی نمیتونه کسی حذف کنش کنه. خب میریم سراغ دستوری بعدی. دستوری بعدی ما درباره یک فایل تکست است که برای از کپی کن. در جلسه قبلی گفتیم که برای ساخت فایل تکست از کپی دستور کپی کن استفاده می کپی کن. خب باز هم از علامت ها استفاده میکنیم، مسیرش میدیم دیسک ای کپی کن، میگم کپی کن یک فایل به نام نیو تکست، به نام نیو دات txt. گفتیم برای ساخت فایل ها باید فرمت از اون پسوند از اون نیست بنویسیم. ترا میزنیم. خب گفته location on this PC make the device. خب باش من اینا چی کنم، اینا تکستی سیلیس میزنم. اینجا یک چیز بود من هم از یادم رفته بود، مثلا برای که بخوام یک فایل تکست بسازیم داخل از فایل تکست یک متنی را وارد کنیم، گفتیم که کپی کن، میگم کپی کن مثلا یک همچین فایل نیو دات تکست، بعد داخلش می نویسم سلام، بعد برای پایان داده چه از کنترل زد استفاده کنیم و انتر میزنیم، یک فایل ایجاد شد. ببینید یک فایل ایجاد شد به همین سادگی. خب دیدیم هم دیلیت شد. خب ما میخوام یک فایلی بسازم که دیلیت نشود، برای از اون بنویسیم میگم کپی کن یک فایل در نام null.txt بساز، null.txt داخلش هم بنویسیم سلام، کنترل زد میزنیم و انتر. خب حالا یک ریفرش بزنم، یک تکست در نام نول باشه که ما نمیتونیم داخل از را ببینیم. خب حالا میخوام حذف کنم، حذفم نمیشه، هر کاری بکنیم. خب من پس میگم RN. خب برای تغییر دادنش میتونیم از MK یا از تغییر، برای تغییر دادن میتونیم از RN هم نیز استفاده کنیم. فرض مثال من اینجا میایم RN میگم، خب RN میگم میره تغییر بدی اسمش. خب
مسیرش هم میدم دیسک ای، میگم تو داخل دیسک ای پوشه 0 را 0 پوشه 0 را 0.txt فایل node.txt را اسمش تغییر بده تو new.txt. حالا میتونن داخلش ببینیم اشتغله سلام. به همین سادگی شما میتونن حتی برعکس فایل هایی که دارین میتونین فایل های بسیار مهم دارین نمیخوان کسی اونا رو حذف کنه نمیخوایم اونا رو کس بخونه بخاطر از میتونین فایل ها رو اینجا بنویسین فقط باید پوشش را از طریق cmd از این طریق اینه کپی کن در دایرکت های غیر مجاز مثل کام و نون اینا تبدیل کنین تا کسی نتون اونا رو حذف و یا کسی نتون اونا رو بخونه. خب دستور بعدی که میخوام به شما آموزش بدهم ساخت هاست نیم است. مثلا فرض مثال من میگم هاست نیم کامپیوتر ما چیه اینجا استی هاست نیم مثلا گذاشتم اینجا هاست نیم نشته دسکتاپ نویو ویدی دودو جی. خب مثلا تایم برای نشان دادن تایم است مثلا ساعت 1 و 36 دقیقه 16 ثانیه و 53 نمیفهم چه شد ساعت 1 و 36 دقیقه هیچ نفهم دلیلش 16 شد و 53 ثانیه. خب میتونید اینجا تاریخ جدیدم ایجاد کنین برای ذکر نمیخوام فقط میخوام یک تاریخ جدید میخوام یا مثلا میگم ساعت 1 و 36 و 15 و 34 equal produce not help by slide. نمیفهم بر اساس چی اگر شما خواستین را تاریخش تغییر بدین میتونین بنویسین مثلا تایم دایرکت هایی که داره از پارامترهایی که داره میتونین اینجا استفاده کنید مثلا اینجا گفته تایم بکسلش دی. خب برای نشان دادن تاریخ از دیت استفاده میکنیم دیت مثلا میگم ساندی یکی دهی 2020 انتر system cannot accept date. خب برای از اینکه از این نتونین استفاده کنین به خاطر که تاریخش داخل است باش تو CLS دیت میتونین از پارامترهای از این استفاده کنیم. اینجا گفته که دیت بگسلش پاستی با تاریخ ها نوشتم شما با اینا کار کنین اینا چیزا خاص نیه نمیخوام راجبش بحث کنیم. خب گزینه بعدی ما کس میخوام دیسکی رو پاک کنم از اینجا مشخص نباشه من در کدام مسیر هستم از دستور ایکو آف استفاده میکنیم ایکو آف این فعلا مشخص نیه که من در کدام دیسک هست حتی دیسک سی اگه بزنم باز مشخص نیه من در کدام دیسک هست. خب میرم CLS برای که بفهمی حالا جرفامین برای که دوباره را روشن کنی نشدم ایکو آن حالا مشخص ما در دیسک سی در پوشه ویندوز هستیم. خب دستور بعدی که یک دستوری است دستور مخرب است روی سیستم خود آزمایش نکنین چون اگر این کار کنین 100% فایل هایی که داخل ویندوزتان هست حذف میشه و ویندوز شما میپره. از این فرمول است delete که برای فایل ها استفاده میشه مثلا میگیم سی مسیرش میدیم مثلا پوشه ویندوز سی پوشه ویندوز پوشه ویندوز میدیم
داره داست داره. وقتی انتر بزنید تمام فایل های داخل سی پاک می شود و ویندوز شما میبره. هیچ وقت روی سیستم خود آزمایش نکنین. روی هر سیستمی که آزمایش کردین مسئولیت هم به دوش خودتون است. خب دستور بعدی که است دیل میگیم دیلیت کو تمام فایل ها و از علامت استفاده میکنم میگم دیلیت کو تمام فایل های سیستمی روت را که اینجا حتی وقتی که انتر میزنید متوجه باشین هیچ وقت انتر را نزنید، چون اگه بزنین خودش جستجو میکنه، فایل پشت ویندوز رو پیدا میکنه. بعد از یک پیدا کردن فایل هایتون حذف میشه، فایل های ویندوزتون با خاطر زو ویندوزتون میپره. خب یک کد های مخرب است که هیچ وقت روی خودتون آزمایش نکنید، ولی روی هر کامپیوتر دیتیل شد میتونید آزمایش کنید. هر مسئولیتی خدا جو میتونه اونا رو بر عهده بگیریم. خب دستور بعدی ما شت داون است. شت داون که کامپیوتر رو خاموش میکنه. و همچنین دستور بعدی ما تری هست که تمام فایل های داخل یک دست رو به صورت یک درخت به ما نمایان میکنه. این دیسک سی فایل زیاد است تا این تمام بشه. من سریع برم تو فایل زیاد است. بیست تمام فایل ها. بعد دستور بعدی ما است میخوام از تمام از فایل هایی که است اینا رو همون مسیرایش نشان بده. مثلا مثلا تری خب تری اف که است تمام مسیرهای از نوره به ما نشان میده با تمام مسیرایش. این میره داخل از او پشه، از او پشه میره داخل از او پشه و میبینه داخل از او پشه تمام مسیرهاش قشنگ مثل یک درخت ولی با ما نمایش در میاره. خب اینو ما قطع میکنم چون خیلی وقت میگیره تا تمام شود. CD جدید رو باز میکنم و CD تو پشه قطع میایم. خب داخل یوزر میبینم مثلا تری، اینجا فایل کم است میتونیم راحت تر کار کنیم. تری اف ببینید هر پاشه رفته داخل پابلیک، از پابلیک رفته داخل داکومنت، از داکومنت رفته داخل شیر. من اینجا میخوام مثبت منفیش اجرا کنی که برای از این کارم میتونیم مثلا تری از ای استفاده میکنیم. ببینیم اینجا رفته تا اینجا مسیر تمام شده، مسیر باز ادامه داره. اینجا هم هسته، اینجا باز تمام شده، بازی هم داخل ازی افتاده. خب دستور بعدی ما است میخوام از اینا یک لیست بگیرم. اگر بخوام در ویندوز به تک تک از اینا لیست بگیری خیلی دیر میشه. میتونم با یک کد ساده تری میگم تری دات txt. خب مسیرش انتخاب میکنم، میگم در دیسکی ای در دیسکی میگم از یک لیست از ما در نام تری دات txt انتخاب. خب میگه دسترسی جز نیست مشتوکی. میرم داخل پوشه ای. خب دی آی آر. خب میرم داخل پوشه نیو فولدر دو. خب اینجا میرم میگم تری رو منشان بدی تری دات. خب تری میگم به شکل درخت با تمام جزئیاتش نشان بدین چون اینا به زبان فارسی است، به خاطر از او همینجور نشان میده. خب مثلا میگم از اینا یک لیست بسازم. خب میتونم تری میگم تری دات تری دات txt. تری فقط اسم رو شما میتونید جایزه تری هر چیز دلتان شد بذارین. خب فقط یک انتر میزنم و میرم داخل دیسکی ای. داخل دیسکی کجاش؟ دیسکی از اینجا میرم داخل نیو فولدر دو و اینجا یک پوشه است نام تری. وقتی رو باز کنیم میبینیم تمام از این پوشه ها تمام شکل یک درخت ایجاد کرده و یک لیست تهیه کرده ازش.
خب دستور بعدی که میخوام به شما بگم موف هست. من مثلا میخوام تری رو موف کنم در دیسک اف. خب میگم موف تری. خب مسیری که میخواید اونجا انتقال کنه اینجا ایراد کنه. مثلا میگم در دیسک اف انتقالش کن. خب میگه دستون cannot found دستون پیدا نتونسته ای رو. میگم move tree. خب مسیری که میخوام اینجا انتقال کنم دیسک F. دیسک F انتقالش کن. خب باز هم اینو انتقال نکرد. باش تو که ببینم که چی مشکل داره. خب میگم move انتقال کن گوشه. آها بخاطر چی پیدا نمیکنم. بخاطر موف میگم انتقال کنم تری دات txt رو در پوشه دیسک اف. یک فایل اسم مفتون تری از اینجا رفت در دیسک اف رو میبینیم. در دیسک اف اضافه شد. خب می بود از جلسه دوم بخش خط فرمان ویندوز. امید که از این آموزش ها لذت ببرین و یک چیز فرا بگیرین و همچنان امید که از این آموزش ها خوشتون بیاد. خب جلسه بعدی کم ساده تر است. یک جلسه دیگه باقی مانده و بعد از اینکه جلسات تمام شد میریم سراغ آموزش زبان پایتون. برای دوستانی که علاقه‌مند برنامه نویسی هست میتونید از اونجا شروع کنین و یک زبان بسیار خوبی است برای شروع برنامه نویسی و زبانی بسیار ساده. خب به فایل ها رو یاد بگیرین. فایل ها چیزای بسیار مهمی هست. حتما یاد بگیرین. در لینوکس که آموزشاش بعداً برایتون تهیه میکنم در کل لینوکس همه قسمت که مثل سی دی ساخت فولدر ناخل بکارتون میاد. خب امیدگیری لذت ببرید و موفق باشید. خدایا رو نگهدارتون.